پلیس شهر سانت پتربورگ روسیه دو مهاجر را جستجو دارد که بعد اعلان حکم اخراجشان از قلمرو روسیه از تالار دادگاه فرار کردند. در این باره منبع پایگاه خبری 78 رو در مقامات حفظ حقوق خبر داده است. به گفته این منبع روز 8 ینور دادگاه نویه کیروف شهر پتربورگ پرونده ماموری دو شهروند تاجیکستان و ازبکستان را که به ویران کردن قاعده های مهاجرت عیبدار می شدند بررسی کرده هر دو را جریمه بست و حکم اخراجشان از قلمرو روسیه را برآورد. ولی محکوم شدگان ناراضگی خود را از حکم دادگاه با راه فرار بیان کردند. وقتی که پرستو و آنها را بعد انجام مرافعه بیرون برآوردند به ماشین سوار کردنی بودند، آنها فرار کردند. هر دو مهاجر فراری را بلافاصله تحت جستجو قرار دادند، ولی با گذشت یک روز هنوز نتوانستند که آنها را پیدا کنند. خبرگزاری سپوتنیک یادآور شده است که چنین یک حادثه تیر ماه سال 2021 در مسکو روی داده بود و یک مهاجر که بعد ادای حکم زندانش میبایست از روسیه اخراج کرده میشد توانست از فرودگاه وینوک و قبل از سوار کردنش به هواپیما فرار کند. او به کرسی یک ماشینی که در آن نزدیکی ایستاده بود پریده سوار شد و وقت راندن ماشین هنگام فرار یک کارمند پلیس را هم پخش کرد. مهاجر فراری را تنها در پی در سراسر مسکو برای انداختن عملیات پریخوت توانستند دستگیر کنند.